به طور خو هیچ وقت به زمین انداخته نمیتونیم مجده عزیز. واقعا که وقت اعلان نتیجه رسیده. ستاره افغان امسال با 10,000 اشتراک کننده سفر خود آغاز کرد که بالاخره از مرحله 12 بهترین با رأی و اعتماد میلیون ها هموطنی که عاشقانه و با هیجان ستاره افغان تماشا می‌کردند، صدای زیبای متین القوزی و رضای رضایی تا حد به دلهایشان چنگ زده که با رأی خود به مرحله نهایی رساندند. اما شما میلیون ها هموطنی که در خارج از افغانستان، ممالک آسیای میانه، استرالیا، اروپا و امریکا ستاره افغان تماشا میکنین، آیا برنده امسال کیست؟ مقام طلایی جشنواره هفتم ستاره افغان کی از آن خود کرده؟ هموطنان عزیز، آیا شما طرفدار موسیقی محلی هرات باستان هستین یا دنبوره؟ برنده مقام طلایی جشنواره هفتم ستاره افغان بیراری از مو رضای رضایی. تبریک لالا اجر بخیری. تبریک باشه لالا جان. رضایی مبارک شما. آفرین، تشکر از پیام هم یک دادی. نه بیرار دم موافق گفتم. آوازم سو پاس باش پاس. دیختی کیا؟ امیش ده اینترنتیم. نه تبال معلوم نیه. دیخت کیا؟ تشکر از خود شما، تشکر از داورای عزیز که ما را انتخاب کردن به این مرحله رسیدیم. خوب و هیچ فرق نمیکنه. سلام تشکر میکنم از تمام مردم که رای دادن. زنده باشید. تشکر. دوستان عزیز، جشنواره هفتم ستاره افغان و ستاره طلایی شما و رای و اعتماد شما دنبوره را و رضایی را مقام طلایی را دادین. تمام تصمیم از شما هموطنان عزیز ما بوده و حال از همکارم زحل جان خواهش میکنم که تندیس پیروزی مقام دوم جشنواره امسال ستاره افغان. تشکر زحل نازنین از خودت و از استاد بزرگوار خواهش میکنیم که از استاد الفت آهنگ که این تندیس پیروزی را برای ستاره مقام دوم ما برای متین جان القوزی تقدیم کنند. متین عزیز برای تبریک باشه. مقام اول تندیس پیروزی خدا میگیره. رضایی برای تبریک میگم. تندیس پیروزی چی از مقبول است و نمود ما را این رضا. تشکر و سپاس. این تندیس برای من بسیار اهمیت خاص داره، بسیار اهمیت داره. ما به خاطر این تندیس سالها زحمت کشیدیم تا این تندیس را از صمیم قلب به دست آوردیم. به حال از آقای سیان مسئول کمپانی مخابراتی روشن خواهش میکنیم که
روی استیج بیاین و با رضایی چند گفتنی که با ما و با علاقمندای ستاره افغان دارن برای ما بگن. سرجان خوش آمدید. شام بخیر و شام خوش. من خوشحال هستم که به نمایندگی از روشن امروز اینجا در میان ستاره های درخشان و با استعداد قرار دارم. این سال هفتم است که روشن برنامه ستاره افغان را تمویل می کند. حضور ما در این برنامه به تعهدات روشن که استعدادهای افغان را حمایه، نمایش و رشد می دهد ارتباط دارد. به نمایندگی از روشن ما از تلویزیون طلوع به خاطر راه اندازی این برنامه که در استعدادهای افغان را برجسته می سازد تشکر می نماییم. ما همچنان از تمام جوانان هنرمند که در تمام این مسابقه اشتراک نموده و توانمندی های هنری خیش را با میلیون ها انسان در افغانستان و اطراف جهان در میان گذاشتند تشکر میکنیم. ما میبینیم روشن و ستاره افغان برای ما مانند راهی است که فرهنگ های غنی و گوناگون کشور را با یکدیگر شریک بسازیم و آن را رشد بدهیم. این نمایش وسیله است در یک جاسازی افغانها از تمام پسمنظرهای مختلف به خاطر علاقه شدیدشان به موسیقی یکدیگر کشور و سراسر جهان. امسال روشن خرسند است که حمایه ما را از این ستاره ها در عرصه های تمویل یک بازی در فیسبوک، ارتباط روشن برای تماشاچیان که به گمانشان ستاره آینده افغان کی خواهد بود وجود برآورد. اگر شما در گذشته قضاوت خود را در مورد ستاره ها انجام نداده اید هنوز زیاد دیر نشده است. ما این دو بهترین رضا رضایی و متین الکوزی را به خاطر دستاورد بزرگشان در رسیدن به مقامهای نهایی تبریک میگوییم. ما به این هر دو آرزوهای نیک را تمنا داریم. ما به آینده می نگریم و آرزومندیم تا ایشان همیشه بدرخشند و کشور ما را از طریق صدای مقبولشان با هم یک جا بسازند. نزدیک شدن. تشکر. البته کمپانی روشن یک توفیه را برای مقام اول و یا آقای رضایی در نظر گرفتن که من این را میخواستم به دست خود برشان بفرماییم. تشکر میکنیم از سیرجان سخنگوی کمپانی مخابراتی روشن و حال از غلام غوث نیکبین دعوت میکنیم که مسئول کمپانی انرژی درینک بیگ بیار که روی استیج بیان و توفیه را که به مقام طلایی جشنواره امسال ستاره افغان که یک مدرک 0 کیلومتر از در نظر گرفتن برشان تقدیم کنند. شما را خوش آمدید میگم. نباشید. در نخست عرض ادب و سلام دارم خدمت داورای عزیز، مهمانان عالی قدر، حاضرین محترم در تالار، مهمانان داخلی و خارجی و بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و ستاره های افغان و خود امیدجان نظامی و مجدجان جمالزاده تقدیم میکنم. اجازه بدین به نمایندگی از کمپانی انرژی درینک بیگ بیار بهترین تمنیات و تبریکات خود به مناسبت سال 1391 هجری خورشیدی خدمت تمام هموطنان عزیز خود چی در داخل هستند و چی در خارج از کشور هستند تقدیم کنم. قسمی که دوستای عزیز اطلاع دارن کمپانی انرژی درینک بیگ بیار یکی از اسپانسرهای اصلی برنامه ستاره افغان است و خود انرژی درینک بیگ بیار محصولی از کشور جرمنی و در حالی که حلال است با نوشیجان کردن یک قوطی از انرژی درینک بیگ بیار نشاط، قدرت و انرژی واقعی را احساس خواهد کرده. دوستای عزیز، هیئت رهبری کمپانی انرژی درینک افتخار دارد تا با تشویق و همکاری و حمایت خود جوانای عزیز ما را تحت کوشش قرار بده که این کمک ها و این حمایت ها شامل راه اندازی مسابقات ورزشی است، ایجاد تیم های ورزشی است و همچنین در عرصه فرهنگی بخش موسیقی است و در نمیخوایم
زیاد پرحرفی کنم کمپانی انرژی درینک بیگ بیار برای طبق وعده و قولی که کرده بود برای مقام اول ستاره افغان یک عدد موتر تویوتای کرولای 0 کیلومتر مدل 2010 را در نظر گرفته مطابق با وعده او را ما میخواهیم برشان تقدیم کنیم و از همکار عزیز خود جاوید جان خواهش میکنم تا کلیه که تهیه شده و برای قهرمان یا برای فاینالیست دوره هفتم ستاره افغان تقدیم کنند. و هموطنان عزیز یک جایزه بزرگ دیگه هم باقی مانده و حال از سید هادی مسئول مارکتینگ کمپانی سوپرکولا خواهش میکنیم که روی استیج بین و یک چک مبلغ $10,000 را به ستاره مقام طلایی ما تقدیم کنند. که ما چند نیازه دیگه هر چند نیازه بس دنیا انشاءالله بازره بس سوپرکولا تشکر زنده باشه. و حال از سوریالی جان مسئول کمپانی موتورسیکلت استقلال خواهش میکنیم که جایزه را که به ستاره مقام سوم ما یعنی الماس جان فرایی در نظر گرفتن روی استیج بیان و این توفه را برای الماس ما تقدیم کنند. تبریک باشه به افتخار الماس هم یک کف بزنین. و حال از علی جان مسئول کمپانی موبایل مایکرومکس خواهش میکنیم که روی استیج بین و توفیه را که به ستاره ها در نظر گرفتن تقدیمشان کنند. تبریک باشه موبایل رضایی همیشه میگم همراه دوستای گپ بزن. و حال از دکتر سید وحید مسئول کمپانی خراسان غزل خواهش میکنیم که چند توفیه که به ستاره های افغان در نظر گرفتن تقدیمشان کنند. تشکر دکتر. و حال از سید مسعود هاشمی مسئول کمپانی پامیر سیکلت خواهش میکنیم که روی استیج بین و تحایف را که به توفیه را که یک پای موتورسیکل به ستاره مقام دوم یعنی متین جان الکوزایز برش تقدیم کنیم. خوش آمدید. و حال از مصطفی جان خواهش میکنیم مسئول شفاخانه افغان سوئیس که ستاره های افغان ستاره مقام اول دوم و سوم به مدت 1 سال بیمه صحی کردن خواهش میکنیم که روی استیج به مصطفی عزیز خوش آمدید. برای مقام دوم ستاره افغان برای متین جان هم 1 ساله بیمه صحی در نظر گرفته شده که بسان تبریک میگم. و حال از محمد هارون حیدری مسئول کمپانی هوم دیپو خواهشمند هستیم که توفیه که یک سیت فرنیچر به ستاره مقام اول است تقدیمشان کنند. و همچنان اینستیتوت مشعل و ستاره های مقام اول دوم و سوم 1 سال بورس تحصیلی توفیه داده که براتان موفقیت آرزو میکنیم برو درس بخوانید بچهای خوب شوید. و همچنان شفاخانه جلدی پایتخت ستاره های مقام اول دوم و سوم 3 ماه بیمه صحی کرده که ازشان تشکر میکنم. خدا نکنه ستاره ما مریض شوند. و حال از محمد کاظم خواهشمند هستیم که روی استیج برنده تلویزیونی که با مبلغ 400,000 افغانی ارزش داره یک تلویزیون توشیباست. کاظم جان 400,000 تبریک باشه کاظم جان، حتما بسیار زیاد را ارسال کردی. و حال از نماینده شرکت راستین لیمیتد خواهشمند هستیم که روی استیج بیاین و توفیه کاظم جان را برشان تقدیم کنند. تلویزیون طلوع و کابرا پرودکشن به خرید رستگار میوزیک دایرکتر موفق برنامه ستاره افغان یک سرتیفیکیت یک تقدیرنامه را در نظر گرفته که از رستگار سے خواهشمند هستیم که روی استیج بیاین و این تقدیرنامه خود رستگار صاحب بسیار زیاد خوشحال هستیم و تشکر به نمایندگی از کابرا پرودکشن تلویزیون طلوع این تقدیرنامه را من براتان تقدیم میکنم. تبریکتان باشه همتان عزیز، بسیار زیاد تشکر.
هموطنان عزیز بالاخره رسیدیم به لحظات پایانی جشنواره امسال ستاره افغان. یک دنیا تشکر از کمپانی مخابراتی روشن، از شرکت انرژی درینک بیگ بیر، از مغازه مود و فیشن امپریال اکسکلوسیو که لباس ستاره های افغان اسپانسر کرده بودند، از رستوران گلستان قرقه که تیم ستاره افغان دعوت کردند. یک تشکری خاص از دکتر سمیع حامد، از داورای عزیز ما، از مهمانای ویژه ما که برنامه ما را واقعا رنگین ساختند. تا سال آینده، تا جشنواره آینده، خانه هایتان از نغمه و ترانه سرشار. رفتیم تا دیدار. چراغان کردن میایی قدشان شاد را کچ کچ فرامان کردن میایی به شام کاکولت مهتاب پنهان کردن میایی به شام کاکولت مهتاب پنهان کردن میایی عزیزم نمیدانم ز بلخی یا ز پامیر دل از تو کشوسه دل از تو کشوسه دل از تو کشوسه Kandre, Akko,